سلام به یه ویدیوی دیگه از کانال من خوش اومدین. اسم من وایولته و امیدوارم اینجا کلی بهتون خوش بگذره. توی این ویدیو قرار نقاشی هایی که من از نوجوانی تا به الان کشیدم رو بهتون نشون بدم. اولیش با یه دفتر شروع میشه که انیمیشن مورد علاقه‌ام رو میکشیدم و اسم اون انیمیشن وینکس کلابه و با یه دونه دفتر تموم نمیشه، 4-5 تا دفتر بود و من علاقه زیادی داشتم، یه حالت شدید علاقه شدید قلبی که اونا رو بکشم. البته من از نوجوانی نقاشی نمیکشیدم. من از 2 سالگی، از وقتی که تونستم بشینم و مداد توی دستم بگیرم، شروع کردم به نقاشی کشیدن و متاسفانه اونا رو الان در دسترس ندارم. فقط یکیشون فکر میکنم توی وسایل مامانم باشه، ولی خب نقاشی بچگیمو ندارم. فقط این اطلاعاتو دارم که وقتی بچه کوچیک بودم بابام برام هفته‌ای یه دونه دفتر نقاشی میگرفت و من خیلی شدید و پرمصرف بودم توی نقاشی. دیگه بعدش بعضی وقتا مثلا بالا پایین داشتم، بعضی وقتا بیشتر نقاشی میکشیدم، بعضی وقتا کمتر، ولی خب دیگه دوران کودکی که آدم آزادتره این چیزا بیشتره. دوران مدرسه بیشتر توی تابستونا نقاشی میکشیدم، مثلا این انیمیشن ها رو بیشتر توی تابستونا میکشیدم و دیگه مثلا به غیر از اون توی تایمایی که توی مدرسه خودش زنگ نقاشی بوده. بچه که بودم همیشه ازم سوال میکردن بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ میگفتم میخوام نقاش بشم و اون موقع توی گفتنش هیچی مردد نبودم. اما بزرگتر که شدم و با دونستن این که ما توی ایران زندگی میکنیم یه خورده این موضوع تغییر کرد، چون که خب خیلی توی ایران خیلی متغیرها هستن که روی تصمیمات آدم تاثیر بذارن و تو نمیتونی همینجوری هرچی دلت خواست رو دنبال بکنی، با وجود اینکه اون شوق هنوزم توی دلم هست. و فکر میکنم که من تنها نباشم. فکر میکنم که به غیر از منم هنرمندای زیادی باشن، کسایی که به نقاشی، موسیقی، بازیگری یا خیلی کارهای دیگه علاقه داشته باشن اما مجبور بشن علاقهشون رو دنبال نکنن به خاطر اینکه باید کار کنن، پول در بیارن و به ثبات مالی فکر بکنن. چون که خب هنر ثبات مالی نمیاره. هنر یه اشتیاقی که تو صرفا انجام میدی تا اون میل درونی تو خوشحال بکنی و تو ممکنه حتی یه مدت طولانی پول نداشته باشی و این واقعا هم برای جامعه هم برای خودت نیاز به یه قدرت درونی، اراده درونی داره که الان فکر میکنم الان دلار 115,000 تومان باشه و واقعا انجام دادنش توی این شرایط سخته برای هر کسی. با این وجود بازم فکر میکنم هنر جزء جدایی ناپذیر از زندگی منه، چیزی که از اول با من بود و تا آخر با منه. نمیدونم این یه نفرینه یا یه محبت، اما خب میدونم چیزیه که باید باشه و اگر نباشه منم نیستم. من توی 14 سالگیم کلاس طراحی میرفتم، 6 ماه کلاس رفتم و خیلی چهره‌های قشنگی میکشیدم. اون چهره‌هایی که دیدین روی برگه آسه رو توی 14 سالگی میکشیدم و تنها باری بود که به طور جدی آموزش دیدم و اون موقع اولین اشتباه زندگیم رو کردم و من رفتم رشته تجربی نشستم و وقتی که رفتم رشته تجربی نشستم زمانی بود که من تصمیم داشتم مثلا یه دکتر پولدار بشم که برای سرگرمی نقاشی میکشه. اما وقتی رفتم اونجا نشستم دیدم که واقعا نمیشه. درس‌ها خیلی سنگین بودن و نمیشد که وقت بذاری و نقاشی بکشی در کنارش. این شد که بعد از 3 ماه که گذشت گریه کنان رفتم پیش مامانم و گفتم که من میخوام هنر رو دنبال کنم. مامانم اومد ازم حمایت بکنه و ما با همدیگه رفتیم هنرستان و گفتیم برای تغییر رشته و اونا گفتن دیگه دیر شده و باید حداقل 1 ماه زودتر می اومدی. الان برو و 1 سال دیگه بیا. اگر آخر سال بیای و امتحانا رو انجام بدی میتونی توی تغییر رشته شرکت کنی و از سال 11 رشته رو تغییر بدی بیای هنرستان. و منم قبول کردم. تصمیم گرفتم 1 سال دیگه تجربی رو تحمل کنم و بعدش برم هنرستان. اما این اتفاق نیفتاد. من بعد از اینکه سال 10 رو تموم کردم
خیلی اتفاقی و نمیدونم واقعا چرا به رشته تجربی عادت کرده بودم. یعنی من آدمیم که فکر میکنم عادت میکنم به همه چی توی زندگیم و این فکر میکنم چیز بدی، چون نباید به چیزی که مال شما نیست عادت بکنید. به چیزای بد نباید عادت بکنید، باید شرایط رو تغییر بدین، نباید خودتون رو برای شرایط تغییر بدین. بعد از اون دیگه هنر رو دنبال نکردم، درس خوندن رو ادامه دادم و دبیرستانم که تموم شد حتی درس خوندن رو ادامه ندادم. بعدش همینجوری رندوم رفتم رشته زبان انگلیسی نشستم و اونم ول کردم، رفتم بعدش توی داروخونه کار کردم و اونم ول کردم و الان بیکارم و الان حتی نقاشی هم درست حسابی نمیکشم، چون که خب نمیدونم چرا احساس میکنم که حتی آرت بلاک هم نیستم، احساس میکنم چون اگر بکشم زشت میشه و دیگه اون مهارت و قدرت قبلو ندارم نمیتونم بکشم، دلم روش نمیره. به هر حال امیدوارم که از پس این چالش‌ها بر بیام. مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین. تا یه ویدیوی دیگه، بای.